من مطلبی رو که از قزوینی خدمتون نشون داده بودم اینجا در مورد محمد ابن عبدالوهاب. احمد جان این کلیپ رو اگر نشون بدی. وابتغوا الیه الوسیله قدر متیقن عمل صالحه که میتونید عمل صالحتون رو وسیله قرار بدید. خب محمد ابن عبدالوهاب بگه من جعل بینه و بین الله وسائط فهو کافر مرتد حلال المال و الدم. وابتغوا الیه الوسیله کجا؟ وسائط کجا؟ وسیله وسائط زمین تا آسمان با هم فرق داره. وسیله چیز دیگه است، وسائط چیز دیگه است. ببینید دروغگویی این آخوندا تا چه اندازه است. چطور مردم رو نمیدونم گوسفند فکر کردن، چی فکر کردن مردم رو. آیه میاره وابتغوا الیه الوسیله در مورد وسیله، بعد میگه که وسیله خب توسل به الله سبحانه و تعالی به اعمال صالح رو که همه مسلمان ها قبول دارن. بعد میگه که محمد بن عبدالوهاب گفته من جعل بینه و بین الله وسائط. وسائط با وسیله فرق میکنه. حالا میریم در کتاب نواقض اسلام محمد بن عبدالوهاب که چی میگه اینجا. میگه من جعل بینه و بین الله وسائط یدعوهم و یسألهم الشفاعه و یتوکل علیهم کفر اجماعا. کسی که بین خودش و بین الله وسائط قرار بده، بت‌ها رو مثلا مشرکین وسائط قرار داده بودن، عیسوی‌ها مثلا عیسی علیه السلام رو وسائط قرار دادن، یدعوم اونها رو دعا بکنه و یسألهم از اونها بخواهد رزق و روزی و شفاعت همه چیز و شفاعت و یتوکل علیهم و به اونها توکل بکنه، چی میشه؟ اجماعاً کافر میشه. این مذهب ابو حنیفه و شافعی و مالکی و احمد بن حنبل عموم اهل سنت است. اما این خبیث چطور میاد آیه میاره وابتغوا الیه الوسیله، دلیل میاره از کتاب محمد بن عبدالله در مورد وسائط که در حالی که وسائط با وسیله زمین تا آسمان فرق میکنه.